این ویدیوی امروز اومدیم تمام ساحل رو با یخ بتره کنیم، اما یخمون انقدر سرده تو حتی نمیتونی بهش دست بزنی. این یخ نامصب اینقدر خشکه که هیچ جا رو خیس نمیکنه. در واقع اصلا آب نمیشه، چون یخ ما یه یخ عادی نیست که با آب درست شده باشه. یخ ما مستقیما از حالت گاز به جامد تبدیل شده و همین دوباره تکرار میشه. یعنی از جامد آفرین گاز. یعنی چی؟ من نمیفهم. بابا ببین عزیزم الان تو نفس میکشی چی پس میدی؟ من خیلی چیزا کثافت. یه آدم عادی دیوکسید کربن. همینه. این دیوکسید کربن رو برداشتن انقدر سردش کردن بردن منفی 80 درجه شده جامد. کی دیوکسید داده؟ ببین یه به اساس میگم یه عده آدم رفتن نشستن تو فریزر توی یخچال نشسته ها کردن. یعنی شما بکن یه دست آدم تا اینا دارن یخ خوش درست میکنن بهتون بگم که همین الان ویدیو رو لایک کنید. اگه کانال موسی و ام جی تا الان ساب نکردید حتما سابو بزنید و زنگوله نوتیفیکیشن روشن کنید تا همه ویدیو هامون وقتی بارگذاری میشه میاد تو اطلاع داده بشه یه سری ببینی. خیلی خوب. این یخدونمونه. بیا بازش کن. چی توشه؟ این توش موزه. این چیه؟ حالش حفه های کوچولو. وای چجوری دست میزنی مگه سرد نیست؟ یه خیلی سرد نیست. دهن آدم سرویس میشه. پوستم یخ زد. آقا یه مسابقه هر کی دیرتر ول کنه برنده است. 3 2 1. احساس میکنی مثلا یه چیزی تو دست داره گل یه بافت سفید عجیب غریبی داره که همین الان با دستکش هم داره دستم یخ میزنه حاجی و مستقیم ببین داره بخار میشه. حاجی هستی بخورین؟ نه هر کی زودتر از دهنش بندازه بیرون. اصلا نباید بخوره به دهنت سرویس میشه. خب میسوزه. چه حالی میده. نکته جالب میدونی چیه؟ وقتی که همین حبه یخو با یه چیزی مثل آب قاطی میکنی اون وقت این حرکت، این واکنشی که داری میبینی داره بخار میشه سرعتش میره بالا. یه ظرف آب به من بدید. بیا بده. خب ببین این آبه دیگه. شما یه چند تا از این یخا برمیداری مس میندازی این تو انداز. ببین داره میغله. ببین بلا فاصله شروع میکنه به بخار شدن و بخارش از اینجا میذاره بیرون. حاجی بیا در اینو ببند. و این CO2 میدونستید که این CO2 یعنی اگه یه شعله یک آتیش داشته باشی این خاموشش میکنه. کسی نیست که دورو برام گلی یا بده من. آماده؟ سریع در رو ببند. فقط میلاد سریع محکم تا ته ببند. گازش زیاده نمیذاره در بستش. محکم سریع فقط ببند سریع. بنداز. ببینم جر داد. حاجی از ته پاره شد یخا هنوز رو زمینه. ببین بچه یخا رو میتونیم نگه داریم. چقدر باحاله. یه لایه یخ روش جدا شده. چقدر خوبه اینا. نازک شد. سلام. بزنیمش. از اون بالا دنیا چه شکلیه؟ چی بریزیم توش بتره کنیم اینجا؟ ببین یه فکری دارم ترجیح میدم نشونتون بدم. چیو؟ نه فکرمو. یه دقیقه وایسا ما الان میام. رفته هر بیاره. چی میخواد نشون؟ میخواد نشونه اون بده حاجی. ام جی بله یه سریاش هم واقعا بزرگه. تامسون دیگه. به نظرم خیلی گنده است. کوچولو اینو بذار کنار. این کوچولو نیست. اون دیدی چی بود؟ چی؟ آب بود. آب معمولی. آب معمولی. حالا فکر کن توی آبی گاز کربن دی اکسید حل شده ما اینم بهش اضافه کنیم. یعنی چی؟ تو چه آبی؟ نوشابه مگه گازش با دی اکسید کربونه؟ بله. واقعا نمیدونستم. فکر کردم اکسیژن همجی گازداره. فرو کردن. نه نوشابه گازدار. چه ظرفیتی؟ ببین خب چی میشه اگه اینو الان بندازی؟ زیاد میشه بیشتر از ظرفیتش. این خودش گاز داره. درش باشه این گاز اضافه شده گاز به گاز میشه. میگوزه. بذار ببینیم چی میشه. وقتی تکون میدی گازی که آزاد میشه دیدی؟ درسته. حالا اینو میندازیم توش یهو آزاد میشه. درست؟ پشمو بیا آجی. من کات ببندی؟ بیا چند تا یخ بیار. بیا. صبر کن. یه من اینو باز کنم. بذار زمین وایسا.
اینقدر تکونش دادی خیلی تکون خورده. وایسا سریع باید فرار کنید. برای چی؟ مگه میره حالا بالا؟ ببینید چی میشه مگه؟ بندازم؟ بنداز. 1 2 3 بنداز. دیدی؟ حاجی مردم چرا منتوس میریزن توش؟ اینو بریزید. اینو خورد میکنم میندازن تو این. ببین چقدر شب بین رفت. حاجی به نظرت همین یه تیکر میتونیم بهتر کنیم؟ آره. درشو بیار سب کن. ننداخته بزن. وای بنداز. ترافیک شد سر. یکی. ببند. ظرفیت نداره بنداز. ببند. ببند. حاجی این سگا ما رو میخورن آخر. وای. حاجی فرار کن حاجی. وای. باد کرده حاجی. چقدر صداش بلند بود. هر شده اینو نگاه. حاجی میگه صدایی نداشت. این سگر ببین اولش ترسید فکر کرد ما باهاش کاری داریم. پاره شد. برش خب نواسی. موقعی ترکیدن 10 برابر قوطی اولیمون صدا داره. من هنوز گوشم سوت میگه اینجوری داشت میشد. فکر کن حالا بریزی توی آدم جان مثلا درش چجوری ببین؟ آدم آوردی. خیلی خفن بود. اینجا نریم سوارشیم. به نظرم خیلی حال میده. نمیتونیم بزنیم بیاریمش پایین؟ نمیشه اونو سوارشیم بریم روسیه مستقیم. بریم دو تا داف روسی سوار کنیم. صدا نکن. این چیه؟ آقا اینو میخوایم بذاریم تو این. چجوری بزن؟ آها. ببین دیدید ترکی چه بلایی اومد سر این. حالا میخوایم اینو بذاریم داخل این. هیچ چیش نمیشه. درشو ببندیم بذاریم یه گوشه. هیچ چیش نمیشه. هندونه رو این چه از اون سوراخه میاد بیرون هندونه رو سالم خودمون آره دیگه. بده من بسر. چجوری ببری؟ با یه چاقوی میوه خوری. از این چاقوها تو کانتر اینقدر. یه ذره بزرگترم شد مهم نیست ما. آقا بیاید سر رنگ هندونه شرط ببندیم. شرط. بذار. قرمز یا دو قلوه. من میگم سفیده. قرمز خیلی قرمزه. سفیده. الان بچه‌ها میبینن. قرمز هندونه خریدن و از MJ. اوه. من میگم سفیده. خوشمزه است؟ شیرین نیست ولی خب قرمز. خوشمزه است؟ میخوای؟ میخوای بزن. خوشمزه است؟ آقا این هندونه رو توشو خالی کردم. اینام یخ. یا اون تا یخ نخوره ول نمی‌کنه. بذار. آره بذار. یا قشنگ رفت تو. اینو بذار. صبر خیلی بریزا. بذار خوب بترکه. صبر کن. عجله نکن پسر، عجله نکن. بذار یکی دیگه بذارم. دستتو بردار. بابا دستتو بردار. بذار دیگه اومده. آقا درشو ببر. سریع. سفت تا ته ببر. برش گردون. برش که برید آقا. فقط بعدش اینه که دوربین چی شد؟ دوربین هندونه شده. دوربینو نگاه. آقا MJ رفته یه سری وسیله بیار بریزیم تو این. از این بریزیم روش ببینیم چقدر یخ میزنه. چند دقیقه یخ میزنه. قاطی آوردم. قاطی فوجه دارم. بذار یه میوه فوقانم. بذار پاستی. بذار اینو اول بذارم. بذار من یه خانم بذارم رو. دونه ندارم. رویس پوتشتم چه بون خورم. ببین منفیه 78 درجه الان. پاسی باید خیلی 2 دقیقه دیگه مسئول منجمد مقابلت است. جونم به نظرم دارید اشتباه میزنید. چرا؟ ببین. یخ میزنه دیگه بابا. ما اینو درسته. نمیتونیم این بگیریم. سرده ولی این پاستل همینجوری یخ نمیزنه. من میتونم یه کاری کنم این پاستل برای شما تو 5 ثانیه یخ بزنم. 5 ثانیه که حالا نه دیگه. صنعتی بخواب متانول بزنه. خب اسکل اصلا اینجوری نیست. این الکل رو می‌بینی؟ این الکل رو من میریزم رو این دمای اون مایعی که اونجاست چندین برابر میاد پایین‌تر و یه جورایی مثل نیتروژن مایع عمل میکنه. اونو که نمیتونیم بخوریم دیگه که. چیو؟ میوه رو. من می‌خواستی بخوری. نمی‌خواستی بخوری؟ اونی که میخورن اصلا با یه چیز دیگه ساخته شده ولی من الان می‌تونم یه کاری کنم این پاستیل بشکنه. اینقدر یخ. این پاستیل میشه نرمه. حالا این توی من یه کاری میکنم این مثل یه شیشه میشه و میشکنه. بیا الکل رو ببین. میجوشه. دمای انجماد الکل انقدر پایینه که باعث میشه با یخ خشک قاطیش بشه دقیقاً مثل یه نیتروژن مایع عمل کنه و دمای اونجا الان انقدر پایینه
میجوشه که اگه انگشتتو بکنی تو اون مایه تو 10 ثانیه میتونیم انگشتتو بشکنیم. ببین اون پرتقال میبینی؟ حاجی دستتو نکن، خیلی سرده، خیلی سرده حاجی. صبر کن. این یخ زد. ببین این پاستیل رو میبینی؟ این پاستیل تا الان چجوری بود؟ خب الان جرأت داری درش بیار؟ یه چکش به من بدید، یه چکش به من بدید. اینو برش دار، اینو برش دار. بیا برش دار بذار زمین. به یخ زد پرتقال، اصلا نمیتونی درش شروع کن. بیا پاستیل بذار اینجا. پاستیل بذار اینجا. شکست. پاستیل شکست. شیشه شده. میبینی؟ مثل سنگی پاستیل این شکلی دیده بودید؟ حاجی بزن گوجه رو. گوجه بیا صداشو گوش بده. عین سنگ شده. شکست. دیگر نگران خورد کردن گوجه های خود برای سالاد شیرازی نباشید. در کسی از ثانیه با یخ خوش، فقط الکل داره، اگه بخورید احتمال کوری داره دیگه. پرتقال آجی اون پرتقال سنگه. ترک خورد. شکست. به نظر میتونیم بخوریمش آجی. چقدر سرده میشه. خود همین پرتقاله رو بذار تو شخ بزنه. پوستش کامل یخ زده. پوستش یخ زده، منجمد شده. ببین این پرتقال میبینی الان نرمه، خب آبکی و خوشمزه است. میذاریم اینجا چند ثانیه میمونه. اگه بدونی چی داریم اون تو. چی داری؟ یه تخم. تخم چی؟ تخم. ندیدم همرنگ یخا بود. تخم شربتی. حاجی از سرما خودش شکست زده. ببین باد کرده، مایه حجیم شده و نگاه. وای سفیدشو نگاه. ببین زرده هنوز یخ نزده ولی سفیده کامل یخ زده. همچین ثانیه دیگه کامل یخ. اصلا ندیدم همچین چیزی تا حالا. چقدر باحال. کل سفیده یخ زده بعد زرده هنوز. اصلا بوی تخم گرفت. پرتقال زوده هنوز. اون ورش هم بذار یخ بزن، اون ورش هم بذار. گوجه. پاستیلا از همه بامزه تره. نگاه کن میزنی هیچی نمیمونه. سخته میشکن الان. خیلی انگار آب نماته. ببینم اون چیه؟ اون پرتقاله. بیارش بود. همین پرتقال هست که من پوست کندم. آره بزن. حاجی تاپاله شد. توشو میبینی این اجزای پرتقال یخ زده. این کوچولو ها خیلی سرده. او گوجهه حاجی. گوجهه لحظه من این دستو نمیتونم بذارم، خود دستکش یخ میزنه. ببین اگه یه گوشت داشتی، گوشت مرغ هر چیزی، یه لحظه بذاری اونجا گوشت کبود میشه از سرما. خیلی سرده. خیلی. چیکار داریم می‌کنیم؟ قوی ترین گوجه لهان ایران. خسته نباشید. خدا قوت. خسته نباشید. ممنون. این آیتم قدرتی بود. دیگه چیزی نداری؟ چقدر سرده. من دستکش نداشتم. دستکش دست میزنم یخ میزنه. بذار این پرتقاله رو بذار پرتقاله رو بذار. گوه زدیم تو این. ببین نگاه کن اینقدر سفت میشه یه لحظه. صدای انگشت شکستی؟ صدای شکستنش میاد. آقا من فکر کنم اون پرتقالی که گذاشتیم توش دیگه کامل سنگ. رنگش عوض شده. بزن. وایسا. صدا رو میشنوی دیگه. بزن وایسا. تزیینش. بیا. بزن. برای خود بیا. بزن میلاد. بزن فدا سر. بزن بابا. چرخون هر کی شد. شکست پرتقاله. هیچی نمیمونه. پخش میشه. دیگه چیزی نداشتی؟ نه دیگه بس کن. دستات الان یخ میزنه. اینا رو بشکن. آقا خیلی خوب. من که میگم این همه قدرت این داره. بیایید در جهت علم ازش استفاده کنیم. چیکار کنیم؟ علم معمولا میرینن تو همه چی دیگه. من هم همینو میگم. بیا برینیم تو علم هوا و فضا. هوا و فضا. هم هوا رو به گند بکشیم هم فضا رو. یعنی موافقم ما اینجوری بخوریم؟ نه اون که میری فضا نابینا برمیگردی. به نظرم بیایید باش موشک بسازیم. چجوری؟ موشک؟ A person who thinks all the time. خیلی سرده. همین الان من بیارم بیرون ببینی یخ زده دستی. نمیذارم در. حاجی خرید شما. دستکشه دست بزن. میلا دستکشه دست بزن. دستکشه یخ زده. شده. دیوانه ها. یخ زده. من یه دقیقه شما نمیتونم تنها بذارم. اینا دیگه کیان؟ رفتی بمب بسازی. آره. شد. الان
سکوی پرتابشو دارم. الان فقط به یخ خشک و آب نیاز داریم. چه؟ یا هوای لوله کش اومده لولت. حاجی آب جوش همیشه خفن‌تر. بس. ببین انقدر سریع اینو بخار میکنه که فقط فرار کن. بیا اینجا. بیا بدو. بیا یه 4 2 3 تا بیا. آماده ای؟ بنداز. ببین چقدر بخار بیشتری تولید میکنه. ببین خیلی سریع‌تره. بذار. حاجی لوله نتره که. به جرا خود لوله میتره کرد. به نظر منم لوله میتره. تو لوله میتره. تیم خنثی‌سازی یه لحظه اجازه بدید. جرئت ندارم توشو ببینم. چه اتفاقی افتاده؟ آبش خالی شده. ببین درش انقدر شل بوده آب خالی شده و هیچ ما مثل اسکولا یه رو به وایسادیم این بتره. چیکار باید آخر صفر کنیم ولی میتره که تو ولی تو خودش میتره. لوله میتره که لوله آهنی داره. فلزی داری حاجی؟ جدی فلزی باشه دیگه نگران نیستیم. فلزی باشه این زور نداره خب، ولی اگه فلزی باشه این لولهه باعث میشه که اگرم ترکید پرت بشه ازش بیرون. واه حاجی جدی داریم اسلحه درست میکنیم. خیلی خطری ما گاویم. تو به زودی جنگ‌های حل برو بریم. نهایتش یه ماهی چیزی شکار کن. بنداز اول. بده من درو بده من. بیا. درمو بده. اول آبو بده. نه اول درو ببر. اول آبو بده. تو اونو نگه دار. تو یه دونه بنداز. تو آب بریز. اول درو ببر. تو اینو بگیر. آقا تو آبو بده. درو ببر. بابا عجله نداریم ما. میلا بودو یا به جوش میتره که. وای اشتباه زدم. صفر بس. من امتی انفجار. آجی بطریه رفته. یخام بطری کجا؟ بطری بابا رفته بیا اینا ها. نه بابا. نه بیا. بطری جا بیا با ته ترکی. آها ما منتظر من میگم که حاجی این نمیره. ما چجوری اینو انداختیم؟ اینجوری عزیمت اینجوری میره. برعکس حله. فهمیدی چی شد؟ یه دونه دیگه اینا بیار. آماده اید؟ سه آفرین. بخارش داغه حاجی. بعد محکم بیاد برو بریم. خودمون کجا رفت؟ حاجی من درشو دیدم رفت. حاجی رفت نرفت. اسهال شده. حالا این دفعه که می‌خواستیم از ته بتره که نگاه کجا درش رفت. ولی خب موفقیت آمیز بود. درشو تونستی پرت کنی وسط دریا. عجب چیلی شد. خیلی خوب. خب بعد از نابود کردن ساحل فقط مونده یه کار. برای حرکت آخر می‌خوایم یک کپه از این یخ خشکا رو بریزیم تو. من خودم تا حالا انجامش ندادم نمیدونم قراره چه اتفاقی بیفته چقدر بخار، ولی به نظرم بریزید. سورپرایز رو تقدیم انزلیچی‌های عزیز کنیم. عشق کنید دیگه. عشق کنیم. بریز واه حاجی میقله. دریا میقله. حاجی میتونی بری 500 600 تن دیگه برام بیاری؟ آره میتونم. کیلویی چند بود؟ کیلویی 100,000. کیلویی 100 تومن. 500 600 هزار تن رو ضرب در 100,000 کن. دبریه کش میکنه. الان ماهیا کم کم خفه میشن میان بالا چون اونا اکسیژن مصرف میکنن دیگه. ما CO2 دادیم بهش. ماهی دودی. حاجی یه آزمایش انجام بدیم توی آکواریوم از اینا بریزیم ببینیم ماهی چه اتفاقی براش میفته. من احمق هستم این کارو میکنم. خفه شو. بنویسید تو کامنت بنویسید.